جمهوری صبح گرامی می حادثه ای که به درزا بنیل شما رخ داده، واقعات زیر اندرلاعن و چیزی که شرعی و حیث موسیقی و چیزی که خبر دارن انترنشنال چیزی که پخش کرده درباره کذب و صدق و شما چیزی که خبر داریم اندرلاعن و بر شما بود. درست شما خوب لطف فرمودید مولی صاحب. ما به همین اینجا که محترم عامر صاحب حقوق و عامر صاحب اجراییه و محترم عامر احکام و فرامین آمده بودن به تحت امر استر مکمه آمده بودن به سر خود نه آمده بودن با اونا از اینجا خط سندی داده شده بود که شما و همین موضوع به طبق شرعی و قانونی اصلاح جاری کنید. اینا که آمدن به همین جا ما موشیفیدایی بودیم به همین مجلس به ما موشیفیدا صلاحیت و وقت دارن که همین موضوع اگر به هر راهی که راه خیر و نیکی و اصلاح دو طرف جور بیایه شما جور کنیم. ما همون موشیفیدی و کش خورده کردیم اما خداوند عالم جل جلاله نخواسته بود که موضوع از راه موشیفیدی و اصلاح جوری آید. بعد از اون حکم محکمه ثلاثه که استر محکمه باشه و محکمه مرافعه باشه و محکمه ابتداییه باشه همین چیز عامر صاحب حقوق مولای الله آخوند در همین جا به حضور از اینا قرائت کرده که حکم کرده بودن محکمه ثلاثه که همین نیکای بی عابد نام به برادر حجی رحمانی که عبدالعزیز نام باشه به سالهای سابق ثابت شده که مریه اینا خلاص شده. این گپایی که شما موسیقیدان چیزی که خبر دارین در بین اینا که می عابد نام مثلا به محمد عظیم برادر رحمانی داده بوده نبوده الماگی تا شما داده بوده هیچ شک شبهه در این نبوده که رنگی بوده 3 سال اینو هیچ اجبار از طرف مسئولین امارت اسلامی در این راستا در قبال نشده کاملا گپ قانونی نبوده هیچ اجباری نبوده هیچ کسانی که مثلا میخوان که الحمدلله ما و شما نظام اسلامی امارت داریم در سر و ما و شما نظام دلسوزی داریم نظام ما و شما از ما و شما است و ما و شما از نظام هستیم و کسانی که میخوان از بیرون مثلا دسیسه بیاندازن و به طی چندین سال مثلا اونها مردم افغانستان ما و شما تباه کردن که اخبار انترنشنال است اونها اخبار کذب اونها نشر میکنن درباره اونها شما چی نظر دارید؟ بالکل اونا مردمایی که دسیسه جور میکنن